إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. در دنباله صفات و ویژگی‌های حضرت مولانا الیاس رحمت الله تعالی علیه، یکی از این صفات بارز و ارزنده حضرت مولانا الیاس رحمت الله تعالی علیه رو علامه ندوی علو همت اونها بیان میکنه، همت عالی اونها. یکی از صفات برجسته حضرت مولانا محمد الیاس علو همت و روحیه بلند وی بود که بزرگترین گواه بر این امر این زندگی نامه و نامه ها و ارشادات اوست. کاری را که او هدف زندگی خود قرار داد و به سوی آن دعوت میکرد با توجه به عظمت آن اصلا با محیط او سازگار نبود. مولانا الیاس یک نهضتی شروع کرده، یک حرکتی شروع کرده که این نهضت و حرکت در عصر و زمانه او کاملا به دید غریبانه و کاملا به دید بالاخره متوحشانه به او نگاه میشه. همه از او وحشت دارن. چه کاریه، چه برنامه‌ایه؟ تو یک زمانه‌ای که به قول معروف مردم حاضر به خواندن نماز نیستن، مردم حاضر نیستن که به هر حال ارکان اسلام رو اجرا کنن و عملی کنن. مولانا الیاس یک نهضتی شروع کرده که مردم رو داره دعوت میده که برای یک وقتی و برای یک مدتی شما خانه و کاروبار رو ول کنید و بیایید و به هر حال در یک نهضت و حرکت سیار برای اصلاح و خودسازی. خب واقعا این مثل اینه که یک نهنگ خوناشامی میخواد که برخلاف این جریان جامعه حرکت بکنه و این جریان غلط جامعه رو به سمت خوبی ها سوق بده. به گفته یک جایی مطلبی نوشته شده بود که طبق جریان آب حرکت کردن ماهی مرده هم این کار رو میتونه بکنه. تسلیم جریانه، هر طرفی جریان رفت او هم میره. کار مسلمان به تعبیر علامه اقبال رحمت الله تعالی علیه زمان سازی نیست. کار مسلمان زمان ستیزیه، یعنی مقابله با زمانه و جریان غلط جامعه و سوق دادن اون به سمت خوبی ها. مسلمان بیدی نیست که به هر بادی بلرزه. مسلمان کسیه که وقتی دید بله یک جریان غلطی بر جامعه حاکم شده و روند جامعه اشتباه شده، مسلمان در مقابل این روند غلط و این جریان باطل تسلیم نمیشه، بلکه فریاد او اینه ایون قصد دین و انا حی، در دین الله کمی بیاد و من زنده باشم. مسلمان نقص دین رو و ضعف دین رو نمیتونه تحمل کنه. این منطق یک انسان با همت هست و این در حقیقت اون همت عالی یک انسانی هست که توکل و اعتماد او به ذات الله هست. خب مولانا الیاس هم میدید که جامعه همه بنیانهای اخلاقی و بنیانهای دینی تو این جامعه متزلزل شده، مثل یک بنای عمارتی که یک زلزله با وخامت خیلی بالا با ریشتر بسیار بالا آمده ای رو تخریب کرده. حالا به یک معماری نشون میدن، میگه آقا این رو باید 2 مرتبه شما درست کن. حالا ببینید یک انسان اگه تو زمین خالی شروع کنه به بنایی کردن، این کار آسان تریه از پایه و از شناج خود او شروع کنه. اما یک جایی یک بنایی که قبلا تخریب شده 2 مرتبه بخواد او رو بازسازی کنه، این خیلی سخت‌تره. انشایی که خود شما از صفر با او تخیلات خود شما با او بالاخره تفکر خود شما شروع کنید به نوشتن، آسان‌تر از اینکه انشایی رو به شما بدن که یک حاصل تفکرات کس دیگه است، بگن آقا این انشا رو تصحیح کن. این خیلی سخت‌تره. خیلی همت میخواد که انسان در یک جامعه قرار بگیره که همه بنیانهای اخلاقی و ارزشهای دینی همه متزلزل شده. حالا این رو آوردن که آقا
این جامعه رو یک وراندازی بکن، این همه مفاسدی که توی جامعه هست، این همه ضعف‌ها، این همه کمبودها، حالا شما قرار احیاگری کنی، شما قرار دین رو زنده کنی، اون نه تو منطقه خودت، تو مسجد خودت، تو محله خودت. شما قراره یک مصلح در سطح جهانی باشی، قراره که این فکر شما و این بالاخره درد شما در تمام عالم منتشر بشه. از کجایی باید شروع کنه؟ متاسفانه گاهی وقتا اینقدر همتای ما پسته و همتای ما پایینه که خودمون رو در مقابل اصلاح خانواده خودمون گاهی وقتا عاجز میبینیم، ضعف خودمون رو داریم میبینیم که نمیتونیم یک تشکل کوچیکی، یک نهاد کوچیک اجتماعی رو مثل خانواده رو ما نمیتونیم مدیریت کنیم، ما نمیتونیم اسلام رو تو زنده کنیم، ضعف داریم. خیلی وقتا خودمون دست تسلیم بلند میکنیم عملا. اما مولا الیاس رحمت الله تعالی علیه با یک جامعه روبرو شده که همه چیز در اون متزلزل هست، میخواد بالاخره یک جامعه جدیدی با یک سری باورها و یک سری ارزش‌هایی که در صدر اسلام بوده 2 مرتبه اینا رو زنده کنه. چقدر همت میخواد، چقدر همت میخواد. باید از کجا شروع کنه؟ چقدر به نظر ما شما سخت میاد. حالا این بخش رو علامه ندوی گذاشته که علو همت مولانا الیاس، چقدر همت عالی داشتن، چقدر مولانا روحیه بلندی داشتن. کاری را که او هدف زندگی خود قرار داد و به سوی آن دعوت میکرد با توجه به عظمت آن اصلا با محیط او سازگار نبود. اما مولانا الیاس پروایی از اینا نداشت. ما امروز به قول معروف نون به نرخ روز میخوریم، میپوشیم همونطور که جامعه میپوشن، زندگی میکنیم سبک زندگی ما همونطور که جامعه هست، تسلیم همین جریان غلط جامعه هستیم. هر طرفی جریان جامعه ما رو برد ما همون سمت حرکت میکنیم. پوشش ما، لباس ما، سبک زندگی ما و همه چیز ما رو دارن دیگران تعیین میکنن. خیلی بده. این یک جامعه ای که در او تقلید کورکورانه بیاد، مدگرایی بیاد. این جامعه ای که تو بهیمیت زیاد آمده، یعنی بعد بهیمیت و حیوانی در این جامعه غالب شده. به تعبیر آقای دکتر شریعتی میگه بعضی هستن گوسفندای نجیب عصر خودشون هستن. یعنی چی؟ یعنی نه فکر میکنن، نه میبینن، نه مسیر تعیین میکنن، فقط دیگران هر طرف حرکت کردن اینا مثل دور از جمع ما، مثل گوسفندایی که کله اونا پایین و جلو همطور میرن. فقط کجا میریم، چه کار میکنیم، منزل ما کجا هست، هدف ما چیه، به چه جایی باید بریم، از اینجا باید بالا بریم چرا، از اینجا پایین باید بریم چرا، اینا نمیفهمن، اصلا حاضر نیستن در رابطه با این فکر کنن. برای دکتر شریعتی میگه بعضی وقتا هستن، بعضی انسان ها هستن گوسفندای نجیب عصر خودش هستن. میگه چرا اینو پوشیدی؟ نمیگه. تو این لباس راحتی؟ نه. خب چرا میپوشی؟ دیگه همه میپوشن، ما میپوشیم. چرا شلوار تو پاره پوره از نمیدونم بخدا، از دیگران پاره پوره از من پاره پوره. چرا مدل موی تو اینطوریه؟ تو فکر نمیکنی یکم زننده هست، زشته؟ نمیدونم دیگه، عموما همین کار رو میکنم، ما همین کار رو میکنم. به سبک زندگی او نگاه میکنه. خیلی چیزا تو زندگی او هست که زندگی رو برای او تلخ کرده، زندگی رو برای او سخت کرده. چرا اینا رو تو زندگی خودت آوردی؟ این سبک زندگی بد نیست، سخت نیست؟ نمیدونم دیگه، همینطوریه دیگه. خلق دیوانه، ما هم دیوانه. تفکرش همینه. من قبلا همین مثال رو زدم، ببینید یک گله گوسفندی از یک جایی داره رد میشه دور از جمع ما، شما یک مانعی جلو اینا میذارید، مانعی نیم متری 75 سانتی جلوی گله میذارید. خب گوسفند اول میاد میپره، او بوزا، البته بوزا و نربوزا معمولا جلوی دیگه، اینا میاد میپرن، برای اینا پریدن هم آسانه. بعد میبینی اینا که پریدن، حالا مانع رو بردار، نوبت به این میشا و به این گوسفندای دیگه برسه، اینا هم دقیقاً همین جایی که او اولیا پریدن اینا میپرن بدون که مانع باشه. وقتی از اینا میپرسی چرا میپری؟ میگه نمیدونم، اما اولیا چرا پریدن، از اونو سوال کن. خیلی اصلا با اینطوری زندگی میکنن، تفکر اون اینه. این جامعه ایه که تو بهیمیت آمده، بعد حیوانی توی جامعه، بعد تقلید و کورکورانه، مدگرایی توی جامعه اوج گرفته. خود اینا نمیدونن چطوریه. یک سبک غلطی، یک روند غلطی بر جامعه حاکم شده
برای پوشش اینا، برای لباس اینها، برای خوردن اینها، برای طرز خوابیدن اینها، برای سبک زندگی اینا دیگران دارن تصمیم میگیرن و اینا فقط دارن اجرا میکنن، اصلا نمیفهمن. خود اونام شاید با این راحت نباشن، خیلی هم بر اونا زحمت داشته باشه، اما چون دیگران میکنن اینا میکنن. این نشانه انسانهای پست همته، این نشانه انسانهای سرخورده، این نشانه ایه که توی جامعه مردم جامعه دچار بحران هویتن، شخصیت‌های متزلزلی دارن. همون کسایی که شخصیت‌های عالی دارن و اون کسایی که همت‌های بلندی دارن، اونا تسلیم این موج غلط و جریان غلط جامعه هیچ وقت نمیشن. به تعبیر علامه اقبال، اگر جامعه با اونها نمیسازه، اونا با جامعه میستیزن و روند جامعه رو اصلاح میکنن، درست میکنن، دست رو دست نمیگذارن یک جا بشینن بگن آقا همه غلط، ما هم غلط. مولانا الیاس این حالت رو داشت، تو میوات کار خودش رو شروع کرده، این همت عالی میخواد. به همین دلیل آرزوی قلبی و بلند خود را کمتر اظهار میکرد، کمتر او همت عالی خودش رو، او چشمانداز بالاخره زندگی خودش رو کمتر بیان میکرد، چون مردم شاید درک نکنن، شاید اصلا مردم نفهمن این چی داره میگه. یک واقعه مشهوری است که حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه میگه، موقعی که من میخواستم به ایران بیام، رفتم خدمت مولانا الیاس، حرکت ایشون، نهضتش تازه شروع شده بود، تو میواتی ها موفق عمل کرده بود، اما هنوز حرکت مولانا الیاس از همون استانی که بود حتی فراتر نرفته بود. او رو به عنوان یک مصلح منطقه‌ای میشناختن که تو منطقه خودش واقعا یک شخصیتی بوده که مؤثر واقع شده و تونسته یک سری اصلاحات بیاره. در این حد پذیرفته بودن علما او رو. میگه منم خب رفتم گفتم با این شخصیت بزرگ ملاقاتی کرده باشم، کسب دعایی مشوره‌ای با ایشون بکنم، بعد بیام ایران. میگه رفتم پیش مولانا الیاس، خب به محضی که ایشون رو دیدم، مولانا الیاس رحمت الله تعالی به من گفت که تا شنید من از ایران هستم. بعد از گفتگویی بعد به من گفت که انشالله جماعت‌های ما به ایران که آمد اونا رو نصرت میکنه. موندم یالا چی میگه این پیرمرد؟ بعد میگه به خاطر تطیب قلب او، دلجویی او، بالاخره گفتم بله انشالله اگر جماعت‌ها آمد انشالله اونا رو حتما نصرت میکنم، همکاری میکنم. ته دلم با خودم میگه چی میگه این پیرمرد؟ جماعت‌های ما که به ایران آمد، یک کشور خارجی آمد، اونا رو نصرت میکنی؟ میگه بعضی که من آمدم به اون منطقه سرباز، منطقه هیت که روستای خود مولانا هست، یک روزی میگه یکی از بچه ها رفت دم در، برگشت آمد گفت بابا چند نفر دم در آمدن و لنگ دارن. خب تو هندوستان مروج هست، به جای شلوار لنگ بیشتر استفاده، لنگ دارن دم در واسدن و شمار کار دارن، زبان اونام طور دیگه هست. چطوری قیافه رو گفتن اینطوریه؟ میگه گفتم سبحان الله، یک دفعه در ذهن آمد نکنی نامو نظام الدین آمده باشه. رفتم دم دردیم، بله از کجا هستیم؟ بله ما جماعت هستیم از نظام الدین آمدیم، در خدمت شما آمدیم و شنیدیم شما فارغ التحصیل دیوبند هستیم و ظاهرا شما وعده همکاری کردید، آمدیم با شما کار کنیم. بعد مولانا عبدالعزیز میگه سبحان الله، این مرد چه همت عالی داشت، توی قیافه لاغر و نحیف این چه روح بلندیه. چطور این قیافه لاغر و نحیف این روح بلند رو چطور حمل میکنه، چطور راه میبره؟ رخ زرد من منگر که پای آهنین دارم، تو چه میدانی که در دل چه یاری هم نشین دارم. این بزرگار نمیشه با این جثه و هیکل معمولی اونها و زرد اونها، انسان شکسته اونها، اینا رو بیاد بسنجه که اینا چه روح بلندی دارن، چه همت های عالی دارن. برای همین مولانا میفرمند که به همین دلیل آرزوهای قلبی و بلند خود را کمتر اظهار میکرد، چون طبق قاعده کلم الناس علی قدر عقولهم واستعینوا علی امورکم بالکتمان، همونطور که اشاره شده که با مردم مطابق فهم اونا با اونا صحبت کنه. وقتی ببینین که درک اینا از بیشتر نیست، یک چیزایی که نمیتونن درک کنن اونو نگین، و یکی دیگه ای که در حل مشکلات خود از کتمان کار بگیرید، یعنی خیلی چیزا رو تو سینه مخفی کنید، خیلی چیزا رو زود شایع نکنید، خیلی چیزا رو زود پخش نکنید، اینا رو نگه دارید تو سینه. برای همین مولانا الیاس رحمت الله تعالی کمتر او همت بلند خودش رو و چشمانداز نهضت و حرکت خودش رو کمتر بیان میکرد. البته باز هم گاهی
از درونش مترشح میشد. اما گاهی وقتا میگه دریای درون مولانا که متلاطم میشد، یک موجی بیرون میزد، با وجودی که تلاش میکرد اینا رو مخفی کنه و کتمان کنه و با برابر فهم مردم با اونا صحبت کنه. گاهی وقتا میگه این موج درون مولانا دیگه دریای درون که متلاطم میشد یک چیزایی میگفت که نشان و حاکی از همت عالی او بود. یک بار به مولوی ظهیر الحسین که فردی تحصیل کرده و روشن فکر بود چنین گفت: ظهیر الحسین، مردم هدف ما را کسی درک نمی کند. معمولا انسان‌های بلند همت اینطوری هستند. مولانا تو مثنوی میگه، اینجا مولانا میگه هدف ما را کسی درک نمی کنه. هر کس از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. حتی خیلی از افرادی که دور و بر من هستن درد دل من رو نمیفهمن. خیلی از کسایی که دور و بر من هستن حتی نمیفهمن، ما رو درک نمیکنن. هدف ما از این نهضت چیه؟ هدف ما از این حرکت چیه؟ ظهیر الحسین، هدف ما رو کسی درک نمیکند. مردم گمان میکنن این صرفا حرکت نماز است. مردم با خودشون اینطور فکر میکنن که صرفا این حرکت آمده که مردم رو نمازی کنه، حالا که هدف ما تنهایی نیست که مردم صرفا نمازی بشن. نه خیر، من قسم میخورم که هرگز این حرکت صرفا برای نماز تنها نیست، بلکه مولانا الیاس هدفش این بود که این حرکتی برای احیای کل دینه، زنده شدن کل دینه. دین به معنای واقعی، تمام اوامر الله، تمام حکمای الله و تمام سنت های نبی در تک تک امت زنده بشه. هدف مولانا الیاس این بود. یک روز با حسرت و درد فرمود: آقای ظهیر الحسین، میخواهم ملت جدیدی به وجود آید. با یک دردی مولانا فرمودن میخوام یک ملت نو به وجود بیاد، یک ملت جدید. میخواد یک تغییر کلی در انسان ها بیاره. ببینید مصلحین بزرگ دنبال تغییرهای سطحی، دنبال تغییرهای مقطعی نیستن. معمولا این کسایی که رهبرای سیاسی و رهبرای ملی هستن دنبال یک سری حرکت‌های نمادین، حرکت‌های نمایشی، فقط برای که یک احساسات گذرای دینی در رعیت خودشون ایجاد کنن، به همین بسنده میکنن، همین رو برای خودشون موفقیت میفهمن. تو یک مقطعی بتونن از احساسات دینی بالاخره رعیت خودشون در یک مسیری استفاده کنن، یک بهره برداری در جهت خواسته های خودشون از احساسات دیگران بکنن، همین رو برای خودشون بس میفهمن، همین رو برای خودشون موفقیت میفهمن. یک بنیان متزلزلی از به قول معروف بنیانهای سیاسی که به قول معروف درختیه که از درون پوک شده، درختیه که ریشه نداره، فقط دل اینا خوشه که 4 تا شکوفه پلاستیکی و چند تا میوه پلاستیکی به این بچسبونن و بعد بگن واه واه نگاه کن چه درخت تنومندی شده و چه میوه های خوبی میده. طوریه سیاست بازی، سیاست زدگی عموما این طوریه. اما مولانا الیاس رحمت الله تعالی دنبال اینا نبود. با یک دردی، با یک حسرتی یک روز گفت: آقای ظهیر الحسین، میخواهم ملت جدیدی به وجود بیاد، میخوام اینا رو از ریشه درست کنم، میخوام زیر بنای اینا رو عوض کنم، میخوام یک ملتی درست بکنم که کاملا با او تفکری که مولانا الیاس از خیر القرون داشت، با او تفکری که مولانا الیاس از زندگی صحابه داشت، میخواد او رو 2 مرتبه احیا کنه. مولانا این دعوت رو یک نهضت موقت و مقطعی تصور نمی کرد و با توجه به فکر عالی و همت رفیعش به این چیز قانع نبود که اثر این دعوت فقط 2 تا 3 قرن باقی بماند. حتی دنبال این نبود که این نهضت او برای 2 قرن باقی بماند، 3 قرن. اینقدر چشمانداز وسیع داشت، همت بلندی داشت که حتی میگفت 200-300 سال آینده هم ما از نظر ما کمه. ما نمیخوام یک نهضتی درست بکنن که فقط برای 200 سال یا برای 300 سال کارآمد باشه و مفید باشه. میخوام یک نهضتی شروع بکنم تا دنیا هست این نهضت جریان داشته باشه و این حرکت ادامه داشته باشه و خیر او به همه امت برسه. او از بارگاه الهی آرزو میکرد که این نهضت را همیشه وسیله تجدید و احیای دین قرار بدهد. همیشه دعا میکرد خدا یک نهضتی به من بده که برای همیشه باعث تجدید و باعث احیای دین باشه.
در نامه‌اش به این جانب مرغوب فرمود. این جانب یعنی علامه ندوی نامه‌ای به من نوشت و در نامه مولانا الیاس فرمود نامه گرامی که حاکی از همت بلند و خبرهای خوش بود زینت بخش مجلس ما گردید. خداوند متعال این خبرها را واقعیت قرار دهد و متحقق بکند و با قدرت لایزال خود که به طفیل آن آسمانها و زمین قائم هستند و با فضل و رحمت بی پایانش این حرکت را پایدار و مستدام بدارد تا اینکه یک حرکت سطحی و مقطعی نباشد که اثر آن فقط برای 2 الی 3 قرن باقی مانده از بین برود. لذا خیلی دعا کنید که اساس کار مستحکم گردد. منشی نصرالله میگوید یک مرتبه من عرض کردم که بعضی مردم میگویند شما مجدد این عصر هستید. در هر سده الله یک مجددی رو برای احیاگری و تجدید دین برای امت میاره. میگه من یک مرتبه عرض کردم که مردم این بگو مگو هست که خدا شما رو مجدد این عصر کرده، باعث تجدید و احیای دین کرده. فرمودن چه کسی به شما گفته؟ عرض کردم در میان مردم معروف و مشهور شده. فرمود نخیر، بلکه گروه و جماعت ما مجدد هستند. یعنی من من حیث مجموع مسلکم و جماعتم و اکابر و بزرگانم من حیث المجموع ما چی هستیم؟ مجددیم. من یکی مجدد نیستم. بله، او گروه علمای صالحینی که من به اونها مرتبط هستم، من به اونها وابسته هستم، ما من حیث المجموع ما مجدد هستیم. بله، اما من یکی شخص خودم رو و فرد خودم رو مجدد نمیبینم. منظور مولانا الیاس دارالعلوم دیوبند بود و اکابر و بزرگان این دارالعلوم دیوبند که چقدر تأثیرات عمیقی دارالعلوم دیوبند در تجدید و احیای دین در سطح جهانی داشته. بله، دارالعلوم دیوبند مجاهدان بزرگی مثل شیخ الهند تحویل داد، مبلغان بزرگی مثل مولانا الیاس تحویل داد، مؤلفان بزرگی مثل مولانا اشرف علی طحانوی تحویل داد، مناظران بزرگی مثل مولانا انورشاه کشمیری تحویل داد. در هر عرصه دین، در هر شعبه دین افرادی از دارالعلوم دیوبند فارغ شدن که واقعا باعث تجدید و احیای دین شدن. حتی یک کتابی دارم مقام معظم رهبری که این رو تقریبا شاید 30-40 سال پیش این رو نوشتن و در این کتاب تأثیرات خودشون رو از دارالعلوم دیوبند و از مسلمانان هند بیان کردن که اینا چطور استعمار پیر انگلیس رو به سطوح در آوردن، چطور اینا باعث شدن که اینا از هند با کمپانی هند شرقی که از طریق معاملات اینا وارد شدن، از طریق مسائل اقتصادی داخل شدن و بعد به فرهنگ دینی اون مردم چقدر ضربه زدن. باز چطور تونستن علمای دیوبند کاسکوزه هند رو، کاسکوزه انگلیس رو از اونجا جمع بکنن، چطور تونستن دارالعلوم دیوبندی با چه تفکرات نابی، با چه اهداف عالی. در حقیقت این دارالعلوم دیوبند نماینده یک مسلک و یک منهج خاص و یک فرقه و یک گروه نبود، در حقیقت نماینده اهل سنت بود و این در حقیقت تونسته بود که 2 مرتبه طوری باعث احیا و باعث زنده شدن دین بشه که بزرگترین چهره‌های سیاسی، بزرگترین چهره‌های مصلحین جهانی از دارالعلوم دیوبند به عنوان یک مرکز اصلاحی بزرگ و قطب دینی از او یاد بکنن. بعد مولانا الیاس فرمود بله، اون گروهی از علمای صالحین که من با اونها رابطه دارم، من به اونها وابسته هستم، بله اینا مجددن، یعنی دارالعلوم دیوبند. آرزوی مولانا این بود که در این نهضت چنان چیزی نباشد که سبب شود این نهضت به شخصیت و زمان او منحصر و مختص شود. مولانا الیاس می‌فرمودند هر کسی طوری کار بکنه که کار او منحصر به خود او بشه در تلبیس ابلیس، یعنی طوری کار بکنه که کار او فقط وابسته به شخصیت او باشه. برای همین مولانا الیاس همیشه می‌فرمود تنها داعی بودن کافی نیست، داعی ساز باشیم. چی باشیم؟ داعی ساز باشیم، یعنی دیگران رو هم در اونها جذبه دعوت بیاریم، فکر دعوت بیاریم. دعوت ما وابسته به شخصیت ما نباشه که تا وقتی که ما هستیم این جریان داشته باشه، موقعی که ما نبودیم این هم تعطیل بشه. و برای همین مولانا الیاس در بیانها و صحبتها همیشه تأکید میکردن که اسم من رو نبرید. خیلی نهضت‌ها در دنیا هست که اون نهضت‌ها اسم سرکرده اون نهضت بر روی همون چی هست؟
حرکت هست، وابسته منتسب به یک شخص، منتسب به یک فرد. مولا الیاس میتونست این نهضت رو اسم رو بذاره نهضت الیاسی، اما این کار نکرد. حتی مولا الیاس روی اسم نگذاشت. خیلی از اسلام میگن چرا اسم نداری؟ حزبی که نیست، این فرقه‌ای که نیست، این گروهی که نیست که ما روی اسم بذاریم. این یک حرکتیه برای تجدید و احیای دین. من میخوام تمام شعبه‌های دین آباد بشه، من میخوام مدارس دینی آباد بشه، من میخوام شعبه‌های حفظ آباد بشه، من میخوام مساجد آباد بشه، من میخوام مسلمان ها جان بگیرن و مسلمان ها رشد بکنن. هدف من فرقه‌ای نیست، هدف من حزبی نیست، هدف من گروه خاصی نیست که جان بگیرن و اونها به مقاصد سیاسی و مقاصد دنیوی و قومی خودشون برسن. من میخوام کل امت در کل امت احیاگری بیاد. من نمیخوام این رو مختص کنم به یک فرقه خاص، یک فرقه بر فرقه های امت اضافه کنم، قوزی بالا قوز درست کنم به قول معروف، یک تکه دیگه از این امت جدا کنم. نه خیر، من میخوام این امت رو یکی کنم. و یادم میاد یکی از اجتماعات بود، یکی از اجتماعات بزرگ بالاخره پاکستان، در بنگلادش 2 میلیون، بیش از 2 میلیون نفر جمع میشه. صفای جماعت اونا چند کیلومتره، بدون غلو. اینا رو باید ببینین تا شما بفهم چند کیلومتر صف جماعت. صحنه بسیار زیبایی و تمام مسلمان ها از تمام کشورها. اگر مولا الیاس یک نهضتی شروع میکرد که بعضیا فکر میکردن این نهضت مال مثلا میگم مال کردا است، نهضتی مال بلوچا است، نهضتی مال ترکمنا است، نهضتی فقط مال فارسا است، خب کس نمیامد. یا نهضتی هست مختص به با یک سری تفکرات خاص، یک انشعابی از اهل سنت با یک سری تفکرات خاص، کس نمیرفت. اما یک نهضت شروع کرد که تو این نهضت اون چیزایی که بالاخره 6 صفت مولا الیاس مشترکات کل امت، تمام امت با هر نوع گرایش عقیدتی و فکری 6 صفت مولا الیاس رو قبول داره. مولا الیاس میگه این 6 صفت در امت اگر زنده بشه، اینا در حقیقت استارتیه که تمام احساسات و جذبات خوابیده امت بیدار بشه. دنبال یک سری تفردات و نظریات خاص نبود. از خود آقای مودودی که همه گلایه ها هست، با وجودی که ایشون یک شخصیتی بود که خدمات هم برای دین کرد و مقابله با فرهنگ غربم کرد، نمیشه آدم خوبیایی رو کنه، ولی پا رو فراتر از گلیم خودش گذاشت. یعنی یک جوری شد که آخر صحابه رو شروع کرد انتقاد کردن. یک کم جلوتر رفت امام ابو حنیفه رو به قول معروف شروع کرد به انتقاد کردن. مجدد شد، مصنف شد، مفسر شد، حالا که روزنامه نگاری بود که تو عرصه بالاخره نویسندگی یک موفقیتایی کسب کرده بود. واقعا تونسته بود که مثلا کتاب حجاب اونها واقعا این کتاب نابی هست که در مقابل غرب این کتاب رو نوشت، اما پا رو فراتر از گلیم خودش گذاشت. توی مدرسه دینی با قاعده درس دینی نخوانده بود، پیش هیچ عالم متبحری در علم حدیث و علم تفسیر درس نخوانده بود. یک سری علوم تجربی، یک سری بالاخره مطالعه خودش از پیش خودش کرده بود، یک سری چیزا دست پیدا کرده بود. اما انسان بدون استاد به جایی نمیرسه. کدوم فن، کدوم رشته، شما بگید کدوم فن، کدوم رشته در دنیا هست که انسان بدون استاد بتونه تو اون فن و رشته متبحر بشه؟ بگید. بلا نسبت دور از جمع ما نعل اسبی میخوای عوض کنی، باید چیکار کنی؟ باید شاگردی پیش یک استاد کامل بکنی. از این دیگه شغلی پایینتر و شغلی ساده تر دیگه در دنیا نیست. اگر همین رو شاگردی نکنی یاد نمیگیری. اما همین آقای مودودی یک کتابی نوشته به نام نهضت آرام، اسم کتاب است نهضت آرام، و واقعا اون تأثیرات خودش رو از این نهضت که در یک از اجتماعات شرکت کرده بود بیان کرده که واقعا نهضت عجیبیه. چقدر نهضت آرامی و نهضتی است که اصلا دنبال تنش نیست، دنبال تقابل نیست، دنبال تضاد نیست، دنبال تفکرات خاص و نظریه های جداگانه از اهل سنت نیست، فقط مشترکات کل اهل سنت رو گرفته و همون چیزایی که نیازهای مبرم هست میگه همینا باید تو امت احیا بشه. کلمه طیبه هست، کلمه طیبه لا اله
الا الله محمد رسول الله. کیه که مثلا بیاد وقتی ذات و صفات الله بیان بشه، وقتی که لزوم اتباع سنت بیان بشه، لزوم چنگ زدن به طریقه نبی بیان بشه، کدوم مسلمانی که موضع بگیره؟ هیچکی نیست. درباره نماز گفته میشه، کدوم مسلمانی که بگه آقا این نماز سیاسی است، این نماز نمیدونم با اغراض و اهداف است؟ نه خیر، هیچکی نمیتونه اینو بگه. علم و ذکر هست، اکرام مسلم هست، مقام مسلمان، مرتبه مسلمان مد نظر ما باشه. کار به این نداشته باشین که این مسلمان چقدر طاعت میکنه، چقدر عبادت میکنه. کار نداشته باشین که این مسلمان آیا چقدر در عرصه طاعات و عبادت موفق بوده. صرفا مسلمانی او محترمه، مسلمانی او محترمه. الله ولی الذین آمنوا، الله دوست هر مسلمانه. یک ولایت عامه خدا با هر مسلمانی داره، ولی که مسلمان یک سری ضعف ها در طاعات عبادت هم داشته باشه. به برکت لا اله الا الله محمد رسول الله و گفتن شهادتین، هر مسلمان یک ولایتی با خدا داره، یک دوستی. بر همین ما به این احترام بذاریم. اخلاص نیت هست، دعوت و تبلیغ هست، اینا چیزی نیست که به قول مرحوم مال گروه خاصی باشه. بنابراین مولانا الیاس رحمت الله تعالی علیه فکر اونا این بود که من نمیخوام یک حرکتی شروع کنم، یک جریانی شروع کنم که مال یک مقطع زمانی خاص باشه، و نمیخوام یک نهضت و جریانی شروع بکنم که مال یک منطقه خاص باشه. نمیخوام یک جریان و حرکتی شروع کنم که منحصر به یک شخصیت باشه. نه، من اینا رو نمیخوام. آرزوی مولانا این بود که در این نهضت چنان چیزی نباشد که سبب شد این نهضت به شخصیت و زمان او منحصر و مختص گردد، به طوری که عموم مسلمانان بعد از وی نتوانند با علاقه و جدیت در آن شرکت کنند. به همین دلیل او حتی انتصاب این کار را به خود نمیپسندید و قطعا میخواست این کار به وی منتسب و مختص نگردد. در همین خصوص یک بار فرمود من از الله تعالی خواستم که این نهضت به کمک کرامت و امور خارق العاده پیش نرود. من از خدا دعا کردم خدا این کار رو با کرامت جلو نبر، با امور خارق العاده جلو نبر. عجیبه امروز مردم تلاش میکنن به هر قیمت شده اون نهضت و حرکت اونا حتی شده با کشف و کرامت و با همین کارهای خارق العاده چیکار کنه؟ جلو بره. اما مولانا الیاس داره دعا میکنه که من از الله دعا میکنم که الله این حرکت ما رو با این کرامت ها و با این کارهای خارق العاده الله نهضت ما رو جلو نبره. شخصی پرسید حکمت این چیه؟ چرا این دعا رو میکنیم؟ چه اشکال داره که یک حرکت یک نهضتی حالا با کرامت هم جلو رفت، با امور خارق العاده هم جلو رفت، چه اشکال داره؟ حکمت این چیه؟ قبل از اینکه مولانا جواب بده یکی از دوستان پاسخ داد برای اینکه تا هر زمان مردم بتوانند آن را با همت و جدیت خود انجام داده و ادامه بدهند، ولی اگر به کمک کرامت ها پیش برود مردم بعدی آن را مختص به یک شخصیت و زمان تصور میکنند. وقتی مولانا این پاسخ را شنید آن را مورد تایید قرار داد. بله، کاری که با کشف و کرامت ها جلو بره مردم بعدیا با خودشون میگن آقا خب این مال او ولی الله ها بوده، این مال به قول معروف بنده های خاص خدا بوده که اونا کرامتی داشتن، اونا میتونستن کارا خارق العاده انجام بدن. ما که نه کشفی داریم نه کرامتی داریم نه کار خارق العاده بلدیم، از دست ما این کار بر نمیاد، اونا میشینن سر جاش. مولانا الیاس میفرماید من دوست ندارم اینطوری بشه که یک عده حس کنن که این مختص یک طبقه خاصی بوده در یک اصلی که اونا صاحب کشف بودن، صاحب کرامت بودن، اونا کار رو خوب انجام دادن، حالا دیگه ما نمیتونیم انجام بدیم. نه، این یک بدی دیگه هم داره که الان در اجتماعات رایون هم خیلی روی تاکید میکنن که جماعت ها که به جاهای میرن اگر خوابی میبینن، اگر کشفی کرامتی میبینن، اینا رو نیان تو کارگزاری ها بیان نکنن، تو بیان ها اینا رو بیان نکنن. حکمتی کار میدونی چیه؟ بلایی که سر صوفی آمد به خاطر همیه. قشر صوفی آقا به قول معروف میگه یک گرگی به یکی آمد تعریف کرد که دیشب 400 تا روبا ریختن داخل باغ ما. بعد اون طرف گفت 400 تا چه خبره؟ بعد گفت که وقتی دیدی طور حالتی به وجود آمد گفت که 200 تا بود. یک مرتبه چند تا آمد پایین؟ 200 تا پایین نصف کرد. بعد گفت 200 تا بازم خیلی، 200 تا روبا یک دفعه. بعد گفت که 20 تا بود. بعد آخر گفتم 20 تا هم خیلیه، 20 تا روبا یک دفعه به یک باقی بزنه این چطور میشه؟ گفت 2 تا بود. گفت بازم تو منطقه ما دیر وقتی اصلا روبا دیده نشده، تو این منطقه روبا اصلا نبوده.
چطور میشه؟ حقیقتا این خشخشی دیدن، خشخشی بود. حالا ببینید گاهی وقتا هست این کشف و کرامت ها دهن به دهن میشه، یک چیزی میگه، باز او یک چیزی به او اضافه میکنه، باز او یک چیز اضافه، باز او یک چیز اضافه میشه، آخر میبینید چی شد؟ از یک هیولایی درست شد. مردم هم که دنبال همین بیفته دست به قول معروف به نظر شما یک قلیونی وسط باشه، دو تا زنم با هم دیگر شروع کنن صحبت کردن، شیطان اونجا چیکار میکنه به نظر شما؟ ها؟ شیطان میگه جل الخالق اینا کی هم باز؟ ها؟ همین دیگه. بله اگر این کاری با این کشف و کرامت ها و با این حرفای دهن به دهن و با این حرفای زنکی بخواد جلو بره، او کار دوامی نداره، آخر غلو میاد تو، آخر افراط میاد تو، آخر به قول معروف هر چی در او وجود میاد و این کار دیگه دوامی نداره، رشدی نداره. الله سبحانه و تعالی از اهل کتاب همین گلایه رو میکنه، میگه چی؟ لا یعلمون الکتاب الا امانیه. از کتاب الله چی نمیفهمید؟ حرف اونا از کتاب الله نبود، حرف اونا از چی بود؟ از همین حرفای دهن به دهن و از همین خیال پردازی ها و آقا ایر دیدم، ای کشفر دیدم، اور فلانر دیدم، ایر چیری چنان کردم. مثل همین 2-3 هفته پیش تو شبکه‌های اجتماعی آمد یکی کنار بالاخره مسجد الحرام یک دفعه ادعا کرده بود که خدا چشمام بینا شد، دارم میبینم من کور مادرزاد بودم. خب مردم ریختن دور بر ای رو به قول معروف از این تبرکی بگیریم و ای رو نگه داریم و ای فلان کنیم. یکی از همون شرطه ها و از همون به قول معروف سربازا زرنگتر بوده. بعد تو کور مادرزاد بودی؟ گفته بله. بس ساعتی به دست او بسته، ساعتی که از این بیناها دستونه هست، نه از اون ساعتهای مخصوصی که مال نابینا هست، یک ساعتی که از مخصوص بینا هست. بعد تو چطور پس این رو میدیدی؟ این برای چه به مشت بسته؟ تو که همین الان بینا شدی، کی وقت شد بینا شی؟ کی وقت شد باز بری ساعت بخری و بیای؟ چرا دروغ میگی تو؟ بعضی از اینطوری به قول معروف. یا یک جای یک مصنف یک نکته جالب نوشته، یکی میگه کنار یک قبری به خاطر که بازارگرمی کنه و مردم رو به سمت بکشونه، بعد یعنی یک بحرانی شده که خود مسئولین ما الان دیگه در جریان شدن این امامزاده‌های جدیدی که داره احداث میشه به وجود میاد. مستندی در این باره درست شده، حتی کتاب‌های به حوزه علمیه میاد که این چقدر به قول من امامزاده‌های با اسمای عجیب غریب به وجود میاد. خب اونجا چیکار میکنن؟ 2-3 نفر رو پول میدن، میگه آقا شما کورس بذارین، گریه کنین، شما 2 نفر بگیرین شایعه پخش کنین، شما 2 نفر بیاین بگین آقا ما اینجا ای رو دیدیم، این دهن به دهن میکنم، آخر از یک چیزی درست میکنم، میشه منبع درآمد. یک کتابی یکی نوشته بود یک جایی که یکی کنار یکی از همین امامزاده‌های تقلبی یک زمانی گفت او بینا شدم میبینم همه چیزو میبینم، مردم میگه ریختن و لباسای تک تک تبرک بگیرن. بعد میگه من همونجا حضور داشتم، این بنده خدا میگه رفتم پیشو گفتم همه چیزو میبینی تو؟ گفت بله همه چیزو میبینم، همه چیز. این کرامت کردی بزرگ، این چشمای ما رو بینا کرد. بعد میگه برای گفتم که او چه رنگیه؟ گفت آبی. او چه رنگیه؟ گفت زرد. او چه رنگیه؟ گفت قرمز. یک کشیده آبدار بیخ گوشی گذاشتم، گفتم احمق تو کور مادرزاد رنگار از کجا تشخیص میدی تو؟ کور مادرزاد که دیگه از کجا فهمید اسمی رنگ زرده، اسمی رنگ آبیه، اسمی رنگ قرمزه؟ تو که همین الان بینا شدی. بعد میگه مردم تک پارچه‌ای که گرفته بودن به عنوان تبرک یکی مینداختن، هر کی میره دنبال کارش. هر نهضت و هر جریانی که با یه حرفای دهن به دهن جلو بره، میان با خوابا فلان پیرزنی تو رو خواب دیده، نمیدونم فلانی به قول معروف قلرتروش خورده و شب معلومیه چطور بوده سر و چی دیده. خب اساس دین ما اینا نیست که اصلا. مولانا الیاس خیلی میترسید که نهضت و حرکت او با چی جلو بره؟ با این کشف و کرامت ها و با این خواب ها و با این حرفای دهن به دهن جلو بره. آرزو میکرد یالله نهضت ما رو با اینا جلو نبر. هر نهضتی که با اینا میری پیش پیر صاحب میبینی هیچ حرفی از قرآن و حدیث بلد نیست. یک کتابی نوشته بود یک از این پیر صاحبا، رو صفحه جلد او آیه قرآن اشتباه نوشته. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم تعلمون. در اصل طوریه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. لا داره اینجا، اگر نمیفهمید از علما سوال کنید. آیه قرآن طوریه. اما این رو جلد کتاب نوشته بود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم تعلمون، اگر میفهمین از علما سوال کنید، نمیفهمین که نمیفهمین دیگه.
تو همون کتاب باور بکنید حالا 60 صفحه 70 صفحه دعوت به هر بدعتی، دعوت به هر خرافه پرستی، دعوت به هر خوابی و کشف و کرامتایی که خب اینا چیز ظنیه، اینا چیز قطعی نیست. دعوت به اینا داده شده بود، هر آیه قرآنی نوشته بود اشتباه بود، هر آیه قرآنی نوشته شده بود اشتباه بود. لا یعلمون الکتاب الا امانیه و اینهم الا یظنون. اساس حرکت اونو برای همین ظن و گمان و تخمین و برای همین کشف و کرامت هایی که اساس اونو گمانه. آقا کشف و کرامت اساس او بر گمانه، چیز قطعی نیست. معلوم نیست آقا چطور بوده، در چه حالتی بوده، این راست بوده، این القاءات ربانی بوده، این وسوسه شیطانی بوده، هیچی معلوم نیست. 50-50 شاید درست باشه شاید غلط باشه. بر همین مولانا الیاس میفرمود آرزوی من اینه که اساس حرکت من با این کرامت ها نشه. به نظر مولانا خارج شدن صرفا صدها نفر برای تبلیغ و تحصیل دین و گشت و گذار آنها در شهرهای مختلف کافی نبود. صدها نفر صرفا برن تو شهرها گشت بکنن تبلیغ بکنن این کافی نیست. کاش آن وقت بیاید که صدها نفر از امت در راه خدا خارج شده باشند و خارج شدن صدها نفر در راه دعوت جزء زندگی قرار بگیرد، جزء زندگی بشه. مردم با خود فیصله بکنن که آقا این جزء زندگی ما هست، این جزء برنامه‌های اساسی زندگی ما هست. ما باید برای دین خدمت کنیم، ما باید برای اعلای کلمت الله قدم برداریم. به نظر ایشان تنها اصلاح اخلاقی مردم میوات کافی نبود، بلکه میخواست تحولی همه جانبه صورت بگیرد، حتی زبان آنها به عربی تبدیل شود. به نظر ایشان وی در مقابل امداد الهی و کوشش انسان که به توفیق الهی صورت میگیرد هیچ چیزی در دنیا غیر ممکن نبود. از نظر مولانا هیچ چیز غیر ممکن نبود، چون نگاه مولانا به قوت خودش نبود، نگاه مولانا به کی بود؟ به قوت الله بود. الله سبحانه و تعالی میگه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. سنگریزه هایی که نبی در میدان جهاد میزنه الله میگه تو نزدی، اونایی که تو زدی تو نزدی، اونا رو ما زدیم. یعنی چی؟ یعنی تأثیری که در اونا بود ما گذاشتیم. و رأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا. الله در این آیه نبی خودش رو وقتی مردم فوج فوج در دین داخل میشن فقط یک بیننده معرفی میکنه. تو بیننده ای، کننده مایی. انسان وقتی با اعتماد بر الله حرکت میکنه، با تکیه بر امدادهای غیبی الله حرکت میکنه، لاممکن برای وجود نداره. دریام جلوی بیاد از رو دریا میره. صحابه شنیدی کارو کردن نه؟ جنگل های آفریقا صحابه کرام در جنگل اعلان کردن جنگل رو امشب تخلیه بکنید. در تفسیر الکامل میاد، در تواریخ ثبت شده که صحابه میخواستن توی جنگل اتراق بکنن، منزل بگیرن. خب اینجا حیوانات درنده هم زیاد بود. امیر لشکر گفت بلند شد روی یک تپه واسط گفت آقا حیوانات جنگل رو تخلیه بکنید که ما امشب میخوایم اینجا سکونه داشته باشیم، منزل داشته باشیم. ببینید ناممکن برای اونها متصور نبود. چرا؟ چون تکیه اونا بر قوت بشری و بر قدرت ذاتی اونها نبود، تکیه اونا بر قدرت ذات الله بود. و کسی که تکیه بر قدرت ذات الله باشه برای اون ناممکن خیلی اصلا بعید به نظر میاد. الله میکنه، الله میکنه، الله کننده واقعی هست. نه حداقل آرزوی این بود که زبان عربی در محافل و مدارس دینی احیا گردد. در نامه‌ای به بنده یعنی نگارنده چنین مرقوم می‌فرماید: در ذهن بنده افکاری خطور پیدا می‌کند که دلم نمی‌خواهد آنها را قبل از وقت اظهار کنم. اگر امکان باشد گفتگو به زبان عربی برای طلاب در ایام تبلیغ الزامی قرار داده شود، در این زمینه فکر کنید. من دوست دارم سنت تکلم به زبان عربی. زبان عربی زبان اهل جنته. یک بازیگری کوتاه فکر و تنگ نظر چند وقت پیش شما شنیدین به خاطر اینکه به قول معروف مثلا مشکل سیاسی پیدا کردیم ما با بعضی از کشورهای عربی، میخواست مثلا او کشور عربی رو تخریب بکنه، گرفت چی رو تخریب کرد؟ کل عربا رو تخریب کرد. حالا که غافله که تمام ساداتی که در ایران هستن، تمام سیدایی که در ایران هستن، اینا کی هستن؟ ها؟ اینا اصالتا عربن. تو به همین اینا توهین کردی. تو همین ایران خود ما استانهایی داریم که عربن، تو به عربا توهین کردی. زبان قرآن عربیه، زبان اهل جنت عربیه، زبان نبی ما عربیه. تو یک بازیگر سینما، یک دلغکی که بیشتر نیستی دیگه، تو آمدی و کی رو انتقاد میکنی که ها خواستگاری دختر من آمد و من به او چی گفتم و چی کار کردم و ماشاءالله شاکار کردی. تو یک عربی خواستگاری کرد، شاید شنیده باشید دیگه، ما دنبال تفاصیل اون نمیریم. کشوری که
به قول معروف در رأس منش‌ها و مدیریت فکری و ذهنی اونها 4 تا بازیگر سینما باشه، سواد اینا چقدر؟ تحصیلات اینا چقدر؟ اینا چقدر برای جامعه مفیدن؟ اینا دارن چه کاری برای جامعه میکنن؟ مثلا حقوق استاد دانشگاه ما چقدر؟ حقوق دکتر متخصص ما چقدر توی جامعه؟ حقوق یک بازیگر سینما چقدر توی جامعه؟ بگید شما. فیشای نجومی آخر گله هم دارن که شب عیدی یکی از این بازیگرای فوتبال میگفت شب عیدی به خدا من پول نداشتم رفتم از یکی دیگه 50 میلیون قرض کردن که همین شب عید بگذرونم. تفلک کاش میامد مسجد ما برای چنده میکردیم پول چیزی جمع میکردیم. بیچاره میگه ما پول نداشتیم، باشگاهی که با او قرارداد بسته بودیم پول ما رو نمیداد، آخر شب عیدی مجبور شدم برم از یکی 50 میلیون قرض کنم شب عید بگذرونم. تفلک ما هم میشینم خدمت شما، شاید مثل یک جایی چیز کرده بودن ایرانی ها رو زده بودن کله اونا تلویزیون بود، یعنی ایرانی مغز او فکر او تمام روح و روان او چیه؟ بگی تلویزیونه. هرچی از اونجا بیرون شد همون دین او، مذهب او، فکر او، منش او، مسیر زندگی او، هرچی از اونجا بیرون شد. عقل رسانه‌ای، عقل روزنامه‌ای، با این عقل هر کی میتونه هر نوع بازی که دوست داره بکنه. همونقدر با خود ما فکر نمیکنه خواه یه بازیگر سینمایی هستی، توی یک سریال نقش پیرزن بازی میکنه، توی یک نقش فیلم به قول معروف نقش چی رو بازی میکنه؟ باز نقش یک طنز پرداز رو بازی میکنه، توی یک سریال نقش بچه بازی میکنه، الان هم داره نقش بازی میکنه. دیگه حیثیت و همینقدر دیگه بیش از حد که نباید رو گنده کنیم. ما مشهد یک جایی رفتیم انقدر شلوغ، ازدحام جمعیت، ترافیک، چه خبره؟ فلان نمیدونم بازیگر سینما که یک سری کارهای عجیب غریب میکنه تو سینما، کارهای طنزآمیز و خنده‌دار میکنه تو سینما، اینجا آمده، ملت ریختن دور بر او که از امضا بگیرن و به قول معروف چه جامعه ای، چقدر این جامعه متزلزل شده. از همین منطقه خود ما یکی رفته بود پشت به خانه کعبه رو به علی دایی عکس گرفته بود، تو مسجد الحرام پشت به خانه کعبه رو به علی دایی با او عکس گرفته. برگشت آمده که واه واه رفتم حاصل مسجد الحرام و حاصل حرمین شریفین همی شد. جامعه چقدر عجیب شده نه؟ جامعه که به قول معروف فورا میبینی حتی زبان اونا، گویش اونا عوض میشه با یک فیلم و سریال. تو یک شهری ما رفته بودیم یک زمان آدرس می‌خواستیم، میگفتیم فلان آدرس، میگفت فلان جا جیگر. بعد میرفتیم جلوتر، بعد میگفتیم این آدرس چند سال پیش بود، بعد او آدرس میداد کجا کجا، بعد میگفت فلان جا جیگر. یا الله اینا چقدر مردمای با مودت و محبت، یعنی اصلا همه جیگر جیگر دنبال این کلمات و جملات اینا هست. یکی دیگه گفت نه جناب عالی الان یک سریال دارن نشون میدن تک کلام همون بازیگر نقش اولی فیلم همین جیگره. بعدن شنیدیم که حتی این به مجلس هم سرایت کرده، نماینده‌های مجلس ما، خانه ملت ما با همین روش ما هم دارن صحبت میکنن. این جامعه چقدر متزلزله به نظر شما؟ یک چیزی از یک به قول معروف سایتی میگیره، از اینترنت میگیره، گویا این رو همین الان جبرئیل برای او فرستاده. یک نفر یک نسخه آورده بود، یکی از اقوام مریض بود، باز یکی دیگه رفته بود از اینترنت یک نسخه در آورده بود به او داده بود که بگیرید. بعد من بهش گفتم که این رو از دکتر متخصص گرفتی شما؟ گفت نه. گفتم که کی داده این رو به شما؟ هر دارویی رو مصرف نکنید، خوب نیست که هر دارویی مصرف بکنید. ما موش آزمایشگاهی که نیستیم که هر بخوریم بعد ببینیم خاصیتی چیه. متخصص میخواد، به هر فنی متخصص ما. نه من اینترنت گرفتم. گفتم پیرزنا هم الان میتونن سایت باز کنن و به قول معروف تو اینترنت مطلب بذارن. اینطور میگه اینترنت گرفتم که فقط میگه که همین الان جبرئیل آمد مستقیم داغ داد دست بود. اینترنت که الان دیگه به قول معروف عجیبه. اصلا باور کنید گاهی وقتا بر شعور بعضی باید بگیری گریه کنی واقعا.
خودم شنیدم فلان شبکه ماهواره‌ای گفت، خودم شنیدم نمیدونم فلان شبکه تلویزیونی گفت، خودم دیدم تو اینترنت بود. خب باشه که باشه. شما الان میبینید رسانه یک ابزار سیاسی شده. گذشته مثلا رضا برای چی یهود الان تلاش میکنه بعد از طلا دومین چیزی که در دنیا تصاحب کنه، دومین چیزی که بعد از طلا یهودی‌ها دنبال او هستن رسانه است. 70% رسانه های دنیا دست یهوده. چرا؟ برای چی؟ با انواع و اقسام دوبله ها شبکه دارن. برای چی؟ یه همه هزینه دارن میکنن. چون الان فیلم و سریال و مستند و اخبار و همه شده ابزار سیاسی. هر کی با اخبارش، با رسانهش، با فیلمش، با هر چی تلاش میکنه تفکرات خودش رو به جامعه القا کنه. اون چیزی که خودش دوست داره و خودش میپسنده او رو میخواد به خورد جامعه بده. حالا شده با مستندی، شده با فیلمی، شده با اخباری، شده با نمیدونم فلان و فلانی، هر کی دنبال ایه. اما اون چیزی که مال ما بود، قرآن گفت اذا جاءکم فاسق بنبأ فلیتبینوا. ما باید تحقیق میکردیم، هر که هر خبری به ما میاد فوراً قبول نمیکردیم. اسلام به ما یاد داده، قرآن این رو میگه، حدیثی رو میگه که برای دروغگویی یک فرد همین کافیه که هر چی میشنوه فوراً به دیگران میره میگه. این برای دروغگویی فرد کافیه. اسلام تو آموزهای خودش اینا رو قرار داده، ولی متاسفانه همین آموزهای دینی ما همینا رو غرب گرفتن، همینا رو غرب در خودشون احیا کردن. ما مسلمان عقبه. بنرای الان در آلمان زده شده در وسط بلوارها، چند وقت پیش شما دیده باشید، نکات اخلاقی و معاشرتی از نبی ما، زیرو هم نوشته شده محمد بن عبدالله. یکی از سران غربی همین چند هفته گذشته کلاه رو سر او بود که رو کلاه خاص او یک جمله از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. اونا گفته های نبی ما رو تاج سر کردن، بنر کردن تو بلوارا. اونا دارن از گفته های نبی ما استفاده میکنن، ما مسلمان عقبی. بعد ما میگیم اخلاق دست اونا است. آقا اونا ما آمدن تحقیق کردن، خوبی های دین ما رو اونا گرفتن، ما عقب موندیم. ما مثل اژدهای رو گنج شدیم. واقعی 11 سپتامبر که شد، حالا توی خیلی بگو مگو هست، تا هنوز که هنوزم شاید این مسئله حل نشد. خب چند تا ساختمان تخریب شد، خب شد، اما این همه کارکنان یهودی این ساختمان ها، برج های تجاری دو قلو، تمام کارکنان و پرسنل یهودی او روز نبودن و یک دانه از پرسنل یهودی او کشته نشد. این خودش اما هست و هزاران امای دیگه پشت این قضیه. این بعد از این رسانه های غربی شروع کردن موجی از اسلام هراسی، موجی از اسلام ستیزی، اسلام رو دین خشونت جلوه بدن و بر علیه این مانور بدن. اما بیشترین موج اسلام گرایی در غرب از کی شروع شد؟ بگین؟ بعد پرفروشترین سال کتاب‌های اسلامی در آمریکا چه سالی بود؟ در همین سال. به محضی که واقع به وجود آمد، غربی‌ها گفتن آقا این اخبارا دارن میگن، این رسانه‌ها دارن میگن، اینا کار خودشا رو میکنن، ما بریم تحقیق کنیم، کتاب‌های مسلمان‌ها رو بخوانیم، ببینید تفکر مسلمان‌ها چیه. بزرگترین عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اینا میخواستن ملت خودشا رو با این طریقه بر علیه اسلام کنن، بر علیه مسلمین کنن. ولی پرفروشترین سال کتاب‌های اسلامی در آمریکا همین سال بود. موجی از اسلام گرایی در همین سال به وجود آمد، به طرف اسلام مایل شدن، خوبی‌های اسلام به جامعه معرفی شد. اونا مثل ما نیستن. بازیگر سینما بتونه با فکر اونا بازی کنه، یک دلغکی تئاتر بتونه خدمت شما عرض شود فکر و روند فکری اونا رو عوض کنه. اونا اهل تحقیقن، همون چیزی که اسلام ما گفته اونا دنبال او هستن. به هر حال الله به همه ما بده. متاسفانه وقتی این دردا رو بیان میکنی آدم حیران میشه چیکار کنه. چیزی که مال ما بوده امروز اونا گرفتن، از او دارن استفاده میکنن. این در رابطه با چی گفتیم؟ یعنی این مطالب بود، از کجا اینش شروع شد؟ زبان عربی. مولانا الیاس گفتن دوست دارم این زبان عربی سنته، نبی ما با این زبان صحبت کرده، با این لهجه، با این ادبیات. دوست دارم حداقل در حوزه های علمیه این رواج داشته باشه، مسلمان ها با همین لهجه با هم صحبت کنن. زبان اهل بهشته.
از احیای سنت زبان عربی خیلی احساس مسرت نمودم. خداوند متعال این اقدام را سبب توجه سایر اهل مدارس بگرداند. مولانا با توجه به همت بلندش هرگز راضی نبود این کار در هندوستان محدود و منحصر شود. او در ذهن خود برای گسترش این کار در تمام نقاط جهان مخصوصا کشورهای اسلامی و ممالک عربی طرح دقیق و مفصلی داشت. همین الان داشت فکر می‌کرد چقدر خوبه ما الان اینجا باشیم، فکر ما تمام عالم باشه. ما نمی‌کنیم، الله میکنه. اثرات فکر ما را الله در تمام عالم منتشر میکنه. با این تفکر کار کنیم. گاهی این آرزوی خود را با شور و احساس اظهار می‌کرد. او در مورد اثرات، برکات و نتایج این کار بسیار مطمئن و امیدوار بود. از دیدگاه وی فهرست ناممکنات و محالات اینقدر طولانی نبود که عده‌ای پیش خود تصور می‌کنند. او با یقین کامل تلاش می‌کرد و با امید و اعتماد کامل از خداوند متعال مسئلت می‌نمود و هیچ چیزی را از رحمت، قدرت و نصرت الهی بعید نمی‌دانست. ایشان در نامه‌اش به شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا با احساس رنج و اندوه چنین مرقوم فرمودند: با نهایت اصرار و عزم عرض میکنم که به خاطر خدا و رسول او صلی الله علیه وسلم و با توجه به قدرت الله و فرموده وی که انا عند ظن عبد بی، من در نزد گمان بنده هستم، باید فکر دشوار و ناممکن بودن این کار را از ذهن بیرون کنیم، آسان و سهل بودن آن را باور کنیم. خدا گفته من در نزد گمان بنده هستم. گمان نیک به خدا کنیم، گمان کنیم به الله که اگر من شروع کنم الله آسان میکنه، الله برای من این کار رو ممکن میکنه، الله موانع رو بر میداره. با این گمان حرکت کنید. شما رو به خدا میگه با این گمان حرکت کنید. عزیزان محترم، اصلا مناسب شأن صاحبان بصیرت نیست که در تحقق یافتن این چنین امر مهم به جای این که به قدرت ذات الله بنگرند و به خطابات امید بخش خداوندی توجه بکنند، برعکس به وضعیت زمان و عوامل همت شکن توجه کرده دست روی دست بگذارن و ناامید باشند. قوانین ابدی خداوند قدوس با صدای رسا اعلان می‌کند. قوانین ابدی خداوند قدوس با صدای رسا اعلان می‌کند که هر چه از الله بخواهید و به هر چیز امیدوار باشید، همان چیز به شما خواهد رسید. همان چیز به شما خواهد رسید. آری همین بلندی همت و وسعت نظر مولانا بود که مورخین در حق پادشاهان و فاتحان آن را به عزم ملوکانه تعبیر می‌کنند. واقعا عزم ملوکانه داشت. عزم پادشاه عزم بلندیه. پادشاه کوچیک کوچیک فکر نمیکنن، پادشاه خیلی بزرگ فکر میکنن. اینو میگن عزم ملوکانه. مولانا الیاس دارای همین عزم ملوکانه بود. اما متاسفانه در حق یک درویش بینوا با کلمه جذب حال تعبیر میکنن. میگه جذب حالی است. موقعی که همین عزم ملوکانه میرسه به علمای ربانی، میرسه به مشایخ و بزرگان، میگن جذبی بود و چی بود؟ یک حالی بود، یک وجدی بود. اما وقتی که تعبیر میخوان بکنن از چهره‌های سیاسی و پادشاهان دنیا، میگن عزم ملوکانه. اما متاسفانه در حق یک درویش بینوا با کلمه جذب حال تعبیر میشود و از اهمیت آن کاسته میشود، چون ندیدند حق ره افسانه زدند. حقیقت ها رو ندیدن، رو به راههای انحراف و کج رفتن. این عزم مولانا الیاس بود. چه همت بلندی داشت، چه فکر عالی و وسیعی داشت و الله سبحانه و تعالی از او در سطح جهانی چطور کار گرفت. یک زمانی یکی از همین دوستای اهل دعوت ما صحبت میکرد از همین کارکنای قدیمی، میگفت در مرکز رایوین دیدم یکی خوابیده و بعد حالت داره که محاسن او در نمیاد، یعنی بعد این رو اشتباه گرفتم با یکی از خراسانی‌ها، فکر کردم ایه، میگم رو سرش تلاوت میکردم تا این بیدار بشه. این بیدار که شد نگاه کردن او نیست، اشتباه شده. خب حالا هم که رفته بودم پیش او، مجبور بودم بالاخره یک سلام علیک چیزی بکنم، کلی مدتم رو سری بوده. بعد میگه حالا صحبت میکنم، اینو انگلیسی صحبت میکنه. بعد خوب بود، باز میگه اونجا مترجمی بود، من به اردو به او میگفتم، باز او به انگلیسی به او ترجمه میکرد و بالاخره یک رابطی بود وسط. بعد تو همین بگو مگوها گفتم ما اشتباه گرفتم شما رو با یک نفر دیگه از برادرای ترکمنی که تو منطقه ما هست، فکر کردم تو هستی و اینا. گفتن شما از کجایی؟ گفتم من ژاپن. گفتم عجب، تو از اول مسلمان بودی؟ گفت نه، تازه مسلمان شدم، 1 سال 1.5 سال بیشتر نیست مسلمان. تو کجا مسلمان شدی؟ گفت 5 زیر زمین. گفتم یا الله، 5 زیر زمین مسلمان شدی تو؟ شوخی میکنی؟ گفت نه جدی میگم. ببین فکر مولانا الیاس چه فکر وسیعی بوده که 5 زیر زمین اگر مسلمانی باشه او هم ایمان به او برسه، اسلام به او برسه.
تا بگو یک واقعی خیلی جذاب و شیرینی باید باشه. پنجام زیر زمین چطور؟ گفت ما یک مجموعه ای بودیم در ژاپن که برحال اونجا کار حفاری میکردیم، حالا برای چه کاری ما نمیدونم، در عمق زمین بودیم. بعد یک مرتبه یکی از مهندسای ما مسلمان بود، به ما گفتن 2 نفر مسلمان دیگه برای دیدن همین مسلمان آمده. میگه ما هم زیاد با مسلمان ها سر کار نداشتیم و از تو دوربینا اینا رو که دیدم یه خورده اینطور جذب شدن. گفتم بریم اینا کیان، چی میگن، چرا این پنجام زیر زمین این همه سلسله مراتب قانونی طی کردن آمدن اینجا، حتما خبری هست برای ببینم. میگه رفتم این با مسلمان شروع کرد به صحبت کردن، مسلمان رو به طرف نماز دعوت میدادن، اون مسلمان رو به طرف شعائر دینی دعوت میدادن. میگه اینقدر حالت خوبی به من دست داد که تو زندگی تا به حال این حالت رو نداشتم. اونا میگه مشغول او بودن، بعد من کلمه آوردم، زیر زمین کافر، بالای زمین آمدم چی شدم؟ مسلمان شدم. یعنی اینطور همت عالی مولانا الیاس داشتن که به جزیره شهر منطقه جناب مولوی عبدالحمید براهی نژاد میگه ما یکی از کشورها اروپایی تشکیل بودیم، حالا اسم او رو میگم من خاطرم نیست، توی شهر هیچ کس رو نمیشناختیم، اما خب ما رو تشکیل کردن. کجا باید بریم الان؟ برای ما سخته از همینجا ما رو تربت جام بفرستن و مسجدی هم بالفرض مثلا از اهل سنت نباشه و ما جایی رو بلد نباشیم، مسلمانی رو هم نشناسیم، چقدر سخته. ما از اینجا 60 کیلومتر دو طرفتر سخته برام. میگه ما رو از اونجا تشکیل کردن، به اونجا گفتن آقا شما اونجا تشکیل. میگه ما هم رفتیم حالا هیچ کی نمیشناسیم، یالا چیکار کنیم؟ میگه رفتیم یک کاری کردیم که دفترچه راهنمای تلفن او شهر رو گرفتیم، تهیه کردیم از مخابرات او دفترچه‌های تلفن ثابت، اینا رو که گرفتیم حالا گشتیم دنبال اسمای اسلامی. میگه هی گشتیم یک جای فاطمه پیدا کردیم. فوری میگه تلفن برداشتیم زنگ زدیم که گفتیم که ببخشید ما با فاطمه کار داریم. حالا این فاطمه خانومم پیرزن به قول معروف فرتوت همین خانه است، خیلی پیر. بعد اونا گفتن که خیلی حرف ما رو نفهمیدن، ما حرف اونا، خلاصه آدرس گرفتیم رفتیم اونجا و میگه بعد گفتیم این فاطمه خانم کجا است؟ حالا این خانواده همه مسیحی ان، گفتن این فاطمه خانم است. پیرزنی اونجا نشست. بعد میگه ما گفتیم چطور اسم تو فاطمه شده؟ گفت نمیدونم پدر بزرگ ما رو گذاشته و اینا. بعد ما یک کم از اسلام گفتیم، این میگه نفهمید اصلا، پرد بود. موقع نماز که شد یک مرتبه پیرزن میگه آمد شروع کرد به اشک ریختن، گریه میکرد. بعد گفتیم چیکار شد؟ ما هر چی گفتیم ناامید شدیم، گفتیم نماز بخوانیم بریم بیرون. بعد گفتیم چیکار شد؟ گفت که پدر بزرگ ما همین کارهای شما رو میکرد، همین کارهایی که شما الان دارید میکنید پدر بزرگ ما همین کارا رو داشت میکرد. اون زمان ما بچه بودیم، این رو میدیدم خیلی برای ما جذاب و قشنگ بود، یک حس خوبی به ما دست میداد. حالا فهمیدم شما کی هستین چطور. بعد میگه نشستیم، زنگ زد او، زنگ زد ای، زنگ زدی ایلو تبار جمع کرد. همونجا یک ارقام خیلی بالایی میداد که الحمدلله والمنه به دست همین پیرزن، به ذریعه پیرزن چقدر مسلمان شدن، کلمه گفتن. نه اسلامی طوریه نه. این همت بلند مولانا الیاس امروز باعث شده که به قول معروف به کشور ملک هیچ جای مطرح نیست کجا باشه این پیام رسیده. نه این نشانه چیه؟ که پیشقراول این و او کسی که آغازگر این نهضت بوده چه همت عالی و بلندی داشته و با این همت بلند او بوده که الله سبحانه و تعالی این درجه رو به او نصیب. چقدر خوبه پدرای ما با همین همت بلند بچه تربیت کنن، معلمای ما هم با همین همت بلند سر کلاس های درس دانش آموزا رو تربیت کنن، همت های عالی داشته باشه که الله من میخوام از یک قهرمانی درست کنم، از این میخوام یک چهره‌ای درست کنم که افتخاری برای امت اسلامی باشه و برای الله هیچی سخت نیست. این صفت بعدی مولانا الیاس بود. چی بودی؟ علو همت، یعنی همت عالی مولانا الیاس. خب دعا میشه، بعد از دعا ان شاء الله باز مذاکره ای هست. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. إلهي يا ربا عبدتك طاعة وتقوى وإيمانا بأنك تعبد وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا
كل نعمك التي لا تحد